یا زندگی من یا اون چیزی که دارم به اشتراک میذارم توی سوشال میدیا اینجوریه که واسه کسی اصلا مهم نیست که من چیکار میکنم. الان تقریبا ساعت 8:02 و همین الان رسیدم خونه. میرم یه دوش میگیرم، برمیگردم که برنامه امروزا بشینم. سلام دوباره. ممکنه بگین چرا کلا زدم الان؟ چون که سرم خیسه. من 5:30 بیدار شدم، صورتم شستم و کارمو کردم، یه صبحونه کوچیک خوردم و رفتم باشگاه. با ما گفتن که 6:15 تا 7:45 دقیقه است. من 6:15 فیکس دم در باشگاه بودم. بالاترنه نمیتونستم زیاد خودم رو نشون بدم، ولی خب خیلی خوب بود، بخاطر اینکه بعد از کلی هنوز انرژی اون موقع رو دارم، بدون اینکه بخوام مثلا کراتین یا حالا مکمل یا قهوه چیزی بخورم مصرف کنم. بعدش هم که رفتم قهوه خوردم، ویدیو نگرفتم چون حوصله نداشتم. من برنامه امروزم چیه؟ باشگاهمو که رفتم، قهوه‌مو که خوردم، اومدم خونه، دوش گرفتم، باید الان برم بیرون، بعدش باید برم مدرسه امتحان بدم. بعدشم که بیام خونه برم سر کار، چم بیام خونه بخوابم. از اونجایی که توی ویدیو قبل دیدین من توی کافه کار میکنم. هر شغلی قاعدتا سختی خودشو داره، ولی خب که یک دونه از همکارام نباشه کافه خیلی به هم ریخته میشه. بار، پشت صندوق، توی حالا ویتری، کلا هرچی. سختی کار من چیه؟ کلا چند روز اخیراً چی کار میکردم؟ این چند روزه من سفارش‌ها رو تحویل میگرفتم، سفارش‌ها رو میدادم، حساب میکردم و سفارش‌ها رو میزدم. حالا میگیم سختی این کار چیه؟ اونجایی شروع میشه که 8:30 به بعد مشتری‌ها یهویی دونه دونه میان، رسید پشت سر هم میان. خواستم ببینم چجوری میشم، دیدم شبیه احمقان اگه بخوام توی دوربین نگاه کنم. اگه اینجا خودم نگاه کنم اوکی، خیلی کار کردن سخت میشه و کلی سفارش نزده داری، مشتری عجله داره. بعد یه سری آداب و رسوم هم هست که توسط مشتری ها رعایت نمیشه و یه خورده آزاردهنده است. لطفاً اگر که میرید کافه وقتتون اونجا میگذرونید، یه سری رفتارهایی هستن که همونجور که شما از ما انتظار دارین ما هم از شما انتظار داریم. اگه سلام و خوش آمدگویی بهتون میکنیم، اگه با پر انرژی جوابتون رو میدیم، شما نگید سلام. این واقعا من خودم به شخص ناراحت میشم. چرا؟ چون دارم با تمام انرژی که دارم از صبح که بلند میشم خستم، با تمام انرژی که دارم واسه شما وقت میذارم، به شما خدمات میدم و شما اینجوری خیلی سرد و خنک به من سلام علیک میدین. خب این یه خود آزاردهنده است دیگه. ویدیویی که دیشب من گذاشتم یه خورده باب میلم نبود حقیقتا، حالا یا زندگی من یا اون چیزی که دارم به اشتراک میذارم توی سوشال میدیا اینجوریه که واسه کسی اصلا مهم نیست که من چیکار میکنم، ولی خب آدم برای اون چیزی که واقعا دوست داره یا اون چیزی که واقعا میخواد بهش برسه باید تلاش کنه. اگر تلاش کنی به نتیجه میرسی. منم امیدوارم به نتیجه‌ام برسم. حالا دیگه بریم غذا بخوریم. بود من الان اومدم سر کارم و از چند ساعت دیگه خیلی کافی شروع میشه و فکر نکنم بتونم ویدیو بگیرم آنچنان، ولی خب تمام سعیم میکنم که هر چی در توانم باشه رو ریکورد کنم بذارم توی ویدیو یه خورده طولانی تر باشه بهتره. سعی میکنم خیلی کشش بدم. اگر بخوام از سختی روزم بگم، روزم مثل همه تغییری قرار نیست بکنه، فقط آدما عوض میشن. خدا رو شکر حداقل آدما عوض میشن.